اگه تو هم هر بار قلاب میزنی بافتت کج میشه، یه لحظه وایسا، مشکل از تو نیست، از پایه هاست. تو این ویدیو کاری میکنیم بافتت دیگه خط خطی و ترسناک نباشه. بزن بریم درستش کنیم. سلام، خوش اومدی به یه آموزش جمع و جور و کامل از پایه های قلاب بافی. توی این ویدیو قراره از 0 تا 100 همه پایه ها رو با هم مرور کنیم، از زنجیره شروع تا پایه های بلندتر و حتی علامت های نقشه خوانی. اگه ویدیوهای قبلی من رو دیدی، این خلاصه و جمع‌بندی اوناست، ولی با نکته هایی که توی اونا نگفتم. اگه هنوز سابسکرایب نکردی، همین اول کار یه دکمه پایین هست، بزن تا هیچ آموزش جدیدی رو از دست ندی. با زنجیره زدن شروع میکنیم، چون زنجیره پایه شروع همه بافتاست. برای زدنش اول باید یه گره بزنیم که توی ویدیوهای قبلی به یه روش دیگه گره زدن رو یاد دادم و الان به یه روش دیگه میگم. شما به هر روشی که راحتی میتونی گره اولیت رو بزنی. به این صورت که نخ رو دور انگشت اشاره میپیچم و اون طرف نخ که به کاموا متصل هست رو پشت انگشت کوچیکم میندازم. با اون سر نخم که آزاد هست یه حلقه میزنم، طوری که اون طرف نخ که سرش آزاد هست زیر اون نخی که انتهاش به انگشت متصل هست قرار بگیره. حالا با قلاب نخ رو میگیرم و از داخل حلقه بیرون میارم و با کشیدن این نخ گره رو اندازه میکنم. حالا برای زدن زنجیره فقط کافیه نخ رو از روی قلاب بگیری و از حلقه رد کنی. هر زنجیره مثل یک پله است و پایه های بعدی روی این پله ها ساخته میشن. دقت کن که زیاد صفر نکشی، چون توی رج بعدی قلاب باید راحت وارد زنجیره ها بشه. حالا بریم سراغ پایه کوتاه. برای شروع پایه کوتاه یه زنجیره اضافه میزنیم، چون ارتفاع هر پایه کوتاه برابر یک زنجیره هست. بعد قلاب رو وارد دومین زنجیره میکنیم. 1 2 نخ رو میگیریم. حالا 2 تا حلقه روی قلاب داریم. دوباره نخ رو میگیریم و از هر 2 تا ردش میکنیم. تا آخر به همین صورت میبافیم. موقع برگشت برای رج دوم یه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و اولین پایه رو در دومین زنجیره رج قبل میزنیم، یعنی این. چون این یه زنجیره خودش نقش پایه اول رو داره و زنجیره اول از رج قبل نقش زیر پایه رو داره که نباید بافت. رج سوم هم مثل رج دوم باید ببافیم، یعنی پایه رو در زنجیره دوم از بافت قبل زده میشه. این نمونه بافت منو ببین چقدر کنارهاش خوب صاف شده. پایه متوسط یه زنجیره بلندتر از پایه کوتاهه. پس برای شروع 2 تا زنجیره میزنیم. نخ رو یک بار دور قلاب میپیچیم. بعد قلاب رو در سومین زنجیره وارد میکنیم. نخ رو میگیریم. حالا 3 تا حلقه داریم. نخ رو یه بار دیگه میگیریم و از هر 3 تا حلقه با هم رد میکنیم و تا آخر همین جور میبافیم. در رج دوم هم 2 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و اولین پایه رو در دومین زنجیره از رج قبل میزنیم و تا آخر میبافیم. رج سوم هم مثل رج دوم باید بافته بشه، یعنی پایه در زنجیره دوم از بافت قبل زده میشه. حواستون به این نکته باشه ها. این نمونه بافت منو ببین چقدر کنارهاش خوب صاف شده. پایه بلند از همه پرکاربردتره. برای شروع 3 تا زنجیره میزنیم. این 3 تا ارتفاع پایه بلند رو میسازن. نخ رو 2 بار دور قلاب میپیچیم. حالا قلاب را در 4مین زنجیره میکنیم. نخ رو میگیریم. میبینید 3 تا حلقه داریم. نخ رو میگیریم و از 2 تا حلقه رد میکنیم. دوباره نخ رو بگیر و از 2 تای بعدی رد کن و تا آخر همینجور بباف.
رج بعد اول اون 3 تا زنجیره ابتدایی رج رو به عنوان پایه اول میزنیم و کار رو برمیگردونیم و پایه دوم رو در زنجیره دوم رج قبل میزنیم تا بافتمون صاف در بیاد. رج سوم هم مثل رج دوم باید بافته بشه، یعنی پایه در زنجیره دوم از بافته رج قبل زده میشه. یه نکته خیلی مهم که آخر هر رج باید حتما حواستون باشه اینه که دونه آخر رو جا نندازید. بعضی وقتا این دونه آخر خیلی زرنگه و قایم میشه، مثل همین نمونه‌ای که دارم میبافم. ببینید اینجا دونه آخر یکم مخفی شده و گرفتنش سخت‌تره، ولی حتما باید پیداش کنید و ببافید، چون اگه این دونه رو جا بندازید کل کناره بافتتون کج و کوله میشه. پایه دوبل با 4 تا زنجیره شروع میشه و 2 بار نخگیری داره، یعنی قبل از فرو کردن قلاب 2 بار نخ رو دور قلاب میپیچی. بعد قلاب رو در 5مین زنجیره وارد کن. نخ رو بگیر. حالا 4 تا حلقه داری. نخ رو بگیر و هر بار از 2 تا 2 تا رد کن تا تموم بشه. رج اول که تموم شد 4 تا زنجیره بزن. کار رو برگردون، نخ رو 2 بار بپیچون و پایه دوم رو در زنجیره دوم از رج قبل بزن. از رج سوم به بعد مثل رج دوم پایه رو در زنجیره دوم از رج قبل باید بزنی. در پایه سوبل اول 5 تا زنجیره میزنی، 3 بار نخ میگیری و در 6مین زنجیره قلاب رو وارد میکنی و 2 تا 2 تا حلقه ها رو میبافی. از رج دوم به بعد اول 5 تا زنجیره بزن، کار رو برگردون، نخ رو 3 بار بپیچون و پایه دوم را در 2مین زنجیره از رج قبل بزن. یادت باشه هر چی پایه بلندتر بشه یه زنجیره بیشتر برای شروع لازم داری. پس برای پایه چوبل 6 زنجیره میزنی و 4 بار نخ رو دور قلاب میپیچی و اولین پایه رو در زنجیره 7م میزنی، ولی از رج دوم به بعد اول 6 زنجیره میزنی، کار رو برمیگردونی و 4 بار نخ رو میپیچی و پایه رو در زنجیره دوم از رج قبل میزنی. پس در تمام پایه ها محل زدن پایه اول در رج اول میشه اولین زنجیره بعد از زنجیره های اضافه شده. برای هر پایه چند تا زنجیره اضافه میکردیم؟ آفرین. پایه کوتاه 1، پس در 2مین زنجیره، متوسط 2 تا، پس در 3مین زنجیره، بلند 3 تا، پس در 4مین زنجیره، دوبل 4 تا، پس در 5مین زنجیره، سوبل 5 تا، پس در 6مین زنجیره، چوبل 6 تا، پس در 7مین زنجیره. ولی از رج دوم به بعد اول تعداد زنجیره ها را اضافه میکنیم، بعد کار رو برمیگردونیم و اولین پایه رو بعد از پیچیدن نخ دور قلاب در زنجیره دوم از رج قبل میزنیم، یا میتونی اینجوری بگی در 2مین پایه از رج قبل. تا اینجا خیلی خوب پیش رفتی. حالا قرار نقشه خوانی پایه ها رو یاد بگیری. میخوام دقیقاً بدونی توی پترن ها هر علامت یعنی چه. توی نقشه های قلاب بافی هر پایه یه علامت مخصوص داره. زنجیره یه حلقه است. پایه کوتاه معمولاً یه ایکس یا به علاوه است. پایه متوسط یه تی کوچیکه. پایه بلند یه تی با یه خط مورب روی تنشه. پایه دوبل همون تی که 2 تا خط مورب داره. پایه سوبل همون تی که 3 تا خط مورب داره و پایه چوبل همون تی که 4 تا خط مورب داره. وقتی یه نقشه رو ببینی فقط کافیه بدونی هر علامت با چند تا زنجیره شروع میشه و چند تا نخگیری داره و دقیقاً کجا پایه ها میخوره. از اینجا به بعد میتونی هر الگو و طرحی رو بخونی و بافت بزنی. خب تا اینجا همه پایه ها رو یاد گرفتی، از زنجیره اول تا پایه چوبل و حتی نقشه خوانی. لینک آموزش جداگونه هر پایه رو برات توی توضیحات گذاشتم. اگه خواستی تمرینات دقیق در رو ببینی به اونجا سر بزن. اگه این آموزش برات مفید بود لایک یادت نره و اگه تازه اینجا آمدی سابسکرایب کن تا آموزش های بعدی رو از دست ندی. ممنونم که تا آخر با من بودی.